به نام خدا. سلام، خسته نباشین خدمت همگی. حالا با توجه به مشارکتی که تو کلاس آنلاین بود، تصمیم گرفتیم که ادامه این جلسات رو به صورت آفلاین ضبط بکنیم و براتون قرار بدیم. من یواری پوریا خداپرست هستم، دانشجوی کارشناسی مهندسی انرژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر. با دوره مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک در خدمتتون هستم. امروز جلسه سوم با بحث FMEA و حالا فالتری و ایونتری در خدمتتون هستیم. این قسمت آخرین قسمتیه که از لحاظ تئوری بهش میپردازیم و پایه تحلیل ریسک رو برای کار با نرم افزار برای ما قراره فراهم بکنه. یکی از کامنت هایی که داشتیم توی جلسات قبلی بود که من خیلی تند و سریع صحبت میکنم، برای همین امروز سعی میکنیم مقداری با یه ریتم خیلی آرومتری پیش بریم. خب چیزایی که ما تا الان یاد گرفتیم کلا درباره قابلیت اطمینان، نحوه حساب کردن این که یک سیستم چه مقدار حالا ما میتونیم بهش اعتماد داشته باشیم از لحاظ عددی و چطوری حساب بکنیم که این سیستم قابلیت اطمینانش چقدر هست. ولی خب این سری چیزای کمی هستش که ما حساب میکنیم، زیر دیتایی هست ما به دست میاریم از این حساب کتاب ها، ولی چیزی که ما در نهایت دنبالشیم در واقع تحلیل ریسک این سیستم هست که ببینیم که آیا این سیستم از نظر ما پایدار هست یا نه. چون ما ریابیلیتی رو برای هر سیستم میتونیم حساب بکنیم، به یک عددی میرسیم و حالا تو این قسمت سعی میکنیم که یاد بگیریم که چطوری یک سیستم رو از دید تحلیل ریسک مورد بررسی قرار بدیم و بتونیم اعلام وضعیت برای این سیستم انجام بدیم. خب همونطوری که کلا خیلی از بنای این علم ریخته شده، این قسمت از تحلیل ریسک هم پایش از در واقع ناسا اومده و برای یک سری از هواپیماها و فضاپیماهایی که داشتن میساختن بحث FMEA و FMECA رو ایجاد کردن که Failure Mode Effect Analysis و Failure Mode Effect Critical Analysis رو ما مورد بررسی قرار انجام بدیم. خب یه تاریخچه حالا اینجا قرار دادم، اگه براتون جالب بود میتونید بخونید که کلا چطوری استارت این قضیه خورده شد. امروز این جزوه‌ای که امروز آماده کردیم با استفاده از خود رفرنس هندبوک Fundamentals of Reliability هست، ورژن سوم. در لینکش رو قرار میدم براتون که اگه خواستین مستقیم با رفرنس در ارتباط باشین، ولی این خلاصه بود که تونستم از اونجا براتون استخراج بکنم. خب سه ترم خیلی مهم ما اینجا داریم که فیلیر کاز، فیلیر مود و فیلیر افکت هست. خب فیلیر کاز رو وقتی ما یه سیستم رو کلا مورد بررسی قرار میدیم، به چند دلیل ممکنه که فیلیر داخلش اتفاق بیفته. تا قبل ما خیلی به این دلیل این قضیه کار نداشتیم توی قابلیت اطمینان و صرفا می‌خواستیم به عنوان عددی حساب بکنیم که با چه مقدار احتمال این اتفاق میفته، یا اگر یک سیستم قراره تا اینقدر عمر بکنه چقدر احتمال داره که سالم بمونه. ولی خب همونطوری که توی جلسات اول هم بیان کردیم، داخل اون هرم ریلایبیلیتی یه سری اتفاقات ممکنه بیفته که یه سیستم دچار فیلیر بشه و فیلیر کازها معمولا ریشه دارن در اون، مثلا دیزاین، کوالیتی یا فیزیکال یا کیمیکال پروسس که ممکنه این اتفاقات رخ بده. ببخشید یه سری پاسا من وسط این ویدیو میدم چون من یکم سرما خوردم، هنوز سرفه مونده و نمیخوام داخل ضبط بیفته. فیلیر مود رو ما داریم که در واقع نوشه یا منیری که این فیلیر داخلش اتفاق میفته، طی چه پروسه، طی چه اتفاقی در واقع این فیلیر برای ما اتفاق افتاده. این بحثی که ما داخل قابلیت اطمینان بهش نمیپرداختیم. و فیلیر افکت، اینی که بعد از این که این فیلیر داخل این کامپوننت خاص اتفاق افتاد، در واقع با چه کانسکونس یا چه در واقع اتفاقاتی بعدش میفته که هم باید باهاش کنار بیام. فرضاً کامپوننت یکی من فیل بشه، آیا این فیلیر باعث این میشه که من کل سیستم رو بخوام به عنوان
فیلیر اعلام بکنم یا نه، یا میتونم که مثلا سیستم رو ادامه بدم کارش رو، یا با سیستم متوقف بکنم. بررسی این قضیه خیلی مهمه. صرف مثلا اگر داخل یک نیروگاهی یکی از توربین ها دچار مشکل بشه، خیلی از نیروگاه آماده این هستن که یه سری از جریان رو به بیرون هدایت بکنن و همچنان اون سیکل رو ادامه بدن تا اینکه بخوان کلا شات داون بکنن کل نیروگاه رو. ولی خب فرضاً اگه بویلر خراب بشه داخل نیروگاه، ما مجبوریم که کلا سیستم رو به عنوان فیلیر اعلام بکنیم. خب پس چند نوع ما FMEA رو باید انجام بدیم که اولیش دیزاین هست. دیزاین مربوط به اینه که ما سیستممون دچار فیلیر میشه و دلیل این فیلیر اینه که ما جایابی خوبی برای کامپوننت های مختلف نکردیم. یعنی کامپوننت 1 2 3 رو که من اگه دارم، چیدمانی که برای اینا یا دیزاینی که برای این سیستم انجام دادم چیدمان خوبی نبوده، دیزاین خوبی نبوده و باعث شده من فیلیر انجام بدم. پس انواع این بررسی که اینجا میکنیم مربوط به نوع مثلا جایابی کل سیستم. مثلا فرضاً اگر من دو تا کامپوننت داشته باشم به این شکل و بتونم هم اینا رو این شکلی بچینم هم به صورت سری بچینم، اگه من فیلیری اینجا اتفاق بیفته رو به دیزاین سیستم. حالا اینکه من بتونم این کامپوننت رو هم سری بکنم هم موازی، یکم ممکنه اتفاق نیفته، ولی اگه بتونم و سیستم سری من دچار مشکل بشه، من این اشتباه رو انجام بدم و به عنوان یک مهندس دیزاین خوبی انجام ندادم. خب ما سیستم لول رو داریم. خب ما همه سیستممون از یه سری ساب سیستم های بزرگ تشکیل شده. ما وقتی میخوایم در واقع FMEA سیستم رو انجام بدیم، به تک تک ساب سیستم هامون مراجعه میکنیم و انواع FMEA های مختلف رو انجام میدیم. مثلا پروسس دیزاین رو داخل هر کدوم از ساب سیستم ها انجام میدیم و اون رو تعمیم میدیم به لول سیستم، که این در واقع مهمترین نوع FMEA هست. و پروسس که در طی اتفاقاتی داخل این سیستم من داره میفته، یک فیلیری اتفاق بیفته. فرضاً مگر اتفاقی برای یک جریان داخل یک نیروگاه من بیفته، یا اگر مشکلات اتصالاتی پیش بیاد، معمولا این رو پروسس لول اعلام میکنیم. خب اینجا یه سری اصطلاحاتی هست که ما میخوام باش آشنا بشیم. سینگل فیلیر پوینت یعنی اگر مالفانکشن یک آیتم باعث بشه که ما فیلیر رو تجربه بکنیم داخل سیستمون و نتونیم در واقع جبرانش بکنیم با توجه به ریداندنسی یا مکانیزم هایی که برای این سیستم در نظر گرفتیم. خب ما کریتیکالیتی رو داریم که اینجا در واقع نمایانگر اینه که چقدر فیلیر مود یک سیستم میتونه آسیب بزنه به کل سیستم ما و در واقع به ریت اتفاق افتادنش هم مربوطه، که اگر ریت اتفاق افتادن یک سیستم یک فیلیر خیلی زیاد باشه، ما کریتیکالیتی این در واقع فیلیر رو خیلی بالا اعلام میکنیم. خب ما سیوریتی رو معرفی میکنیم اینجا، که ما میایم فیلیر مود یک سیستم یا یک کامپوننتی رو بررسی میکنیم و میایم ورست کیس سناریوی این فیلیر رو بررسی میکنیم که اگر این اتفاق افتاد، بدترین نتیجه یا عواقبی که من میتونم ببینم در واقع چیه. من از اول داشتم فکر میکردم که فارسی کانسیکوئنس چیه، بعد الان یادم اومد که عواقب هست. خب در ادامه کارکتیو اکشن و کریتیکال انالیسیس، خب اینا رو از قبل تعریفش رو میدونیم. و آن دیتکتبل فیلیر، این معمولا یه آنالیزی هست برای اتفاقاتی که ما در واقع خب هر سیستمی که ما داریم مثل سنسورها ما داخل سیستم داریم و باهاش دیتاهای مختلف رو میخونیم و ما میتونیم این در واقع فیلیرهایی که اتفاق میفته رو متوجه بشیم. ولی خب یه سری آن دیتکتبل فیلیر ما داریم که ما در واقع این که بخوایم متوجه بشیم این اتفاق افتاده، این مقدار ممکنه با گپ زمانی ایجاد بشه یا ممکنه کلا اصلا متوجه نشیم. این آنالیز رو آن دیتکتبل فیلیر اعلام میکنه که از آنالیزهای مهم داخل نیروگاه هسته‌ای هستش. و خب لوکال افکت هم که قبلا دربارش صحبت کردیم. خب بریم سراغ دیزاین لول FMEA. خب این یکی از مراحلی هستش که ما اول در واقع طراحیمون انجام میدیم و هدفمون اینه که
با توجه به کامپوننت هایی که باید استفاده بکنیم برای اینکه به یک هدف خاصمون برسیم، مثلا تولید یک کالا یا تولید مثلا برق یا هر نوع سیستم دیگه که میخوایم طراحی بکنیم، که ما دیزاینمون یه جوری باشه که کریتیکالیتی ها رو کم بکنیم. خب ما در واقع طراحی فرضاً نیروگاه رو که انجام میدیم، در واقع برای دیزاین لول FMEA مون میایم و در واقع یه سری پارامترهای مربوط به کامپوننت‌های مختلف مثل کمپرسور، حالا بویلر، توربین ها و اینا رو میایم چک میکنیم و اون پارامتر رو جوری که کریتیکالیتی ما رو فرضاً بتونه کم بکنه. فرضاً توی دیزاین اگر من 3 تا توربین قرار میدم برای این نیروگاه، مثلا یه جوری طراحیش بکنم که اون اگر 2 توربین هم خراب بشن، توربین سوم توانایی هندل کردن تمام دبی نیروگاه رو داشته باشه و باعث نشه من سیستمم دچار فیلیر بشه. خب این FMEA هایی هستش که ما در لول دیزاین بهش میپردازیم و خیلی هم اولا هست و مهمترینشون که سیستم لول FMEA هست. اینجوریه که ما خب سیستم معمولاً بزرگی رو بررسی می‌کنیم برای تحلیل ریسک و این سیستم ها تشکیل شدن از یک سری ساب سیستم های مختلفی. مثلا فرضاً اگه بیم اینجا یه دونه شکل بکشیم که توضیح بدیم، فرضاً ما اگر یک سیستم داشته باشیم این شکلی و یه سری ساب سیستم هایی به این شکل داشته باشیم که اینا فرضاً اینجوری با هم دیگه اینتراکشن داشته باشن، هر کدوم از اینا رو ما جداگانه باید دیزاین رو انجام بدیم و FMEA رو انجام بدیم. ولی چرا ما میگیم که کلا این بحث سیستم لول FMEA خیلی مهمه؟ به خاطری که داخلش ما اینتراکشن بین این ساب سیستم ها رو با هم دیگه مورد بررسی قرار میدیم و میبینیم که چه فیلیر های ممکنه در اینتراکشن بین این ساب سیستم ها با هم دیگه اتفاق بیفته. برای اینه که از مهمترین لول های FMEA این قضیه هستش. خب به عنوان یک مهندس که ما میخوایم کلا FMEA رو انجام بدیم، یه پارتش که یه سری شیت هایی حالا آماده داره، اینو من حالا از رفرنس برداشتم که این شیت ها رو ما با توجه به سیستمی که بهمون داده شده پر میکنیم. ولی برای طراحیمون ما چند تا لول رو باید طی بکنیم. مرحله اولمون این هستش که آقا ما سیستممون رو تعریف بکنیم و خواسته هامون رو از سیستم بیان بکنیم. فرضاً اگر من نیروگاهی دارم طراحی میکنم، بیام هدفم رو از طراحی نیروگاه بیان بکنم و بگم که اگر سیستم من حالا صرفاً برای تولید برق خالی تشکیل شده، من این مقدار الکتریسیته ازش میخوام، این مگاوات توان ازش میخوام. یا اگه سیستم مثلا CHP دارم، بیام بگم که من در کنار این مقدار حرارت هم لازم دارم، که این میشه مثلا مرحله اولمون. که مثلا اگر ما یک نیروگاه داریم، من بیام بگم که من A مگاوات پاور ازش نیاز دارم و B مثلا مگاوات ازش هیت نیاز دارم که دریافت بکنم. حالا تو مرحله دوم ما میگم که گراوند رولز در واقع مشخص میکنیم. یه سری قیدهایی که ممکنه به خاطر مسائل محیطی باشه، ممکنه به خاطر مسائل اقتصادی باشه، که من اینا رو میام بیان میکنم و حالا من در خلاصه به عنوان کانسترینت میام بیانشون میکنم. که فرضاً من حالا مثلا ماکسیموم دمای مثلا سیستم باید اینقدر باشه، یا مثلا ماکسیموم باید اینقدر مثلا پول خرج بکنم. یه سری قوانینی که اصلا من ست میکنم و حالا من در این مرحله که مرحله خیلی حالا مهمی هم است، بعد بیام سیستم رو یک دیزاین کانسپچوال انجام بدم. فرضاً اگر من یک نیروگاه رو دارم طراحی میکنم، من میام لیست میکنم و من میگم که خب من یک پمپ لازم دارم، من یک فرضاً حالا بویلر لازم دارم، من یک توربین نیاز دارم و یک هیت اکسچنجر نیاز دارم که بتونم برای سیستم CHP مون حرارت لازم رو بکشم بیرون. حالا این سری کامپوننت هایی است که من انجام میدم و یک دیزاین اولیه انجام میدم که مثلا این سیستم مثلا چطوری باید کنار هم مثلا قرار بگیرن. خب مرحله بعدی ما میایم و سیستم فیلیر مود هامون رو تشکیل میدیم که حالا مثلا برای این سیستم ساده من میتونم بگم که آقا اگر این خراب بشود، اگر این خراب بشود، اگر این خراب بشود، اگر این خراب بشود، و با توجه به چیزایی که داخل ریلایبیلیتی یاد گرفتیم میتونیم یه سری حساب کتابا با توجه به دیتا هایی که در شیت های هر کدوم از این کامپوننت ها داده میشه، ما حساب کتابمون رو
انجام بدیم. و حالا داخل این گراف، داخل این در واقع این شکل خیلی نیست، ولی در واقع اونجوری که من خودم همیشه دوست دارم فکر بکنم اینه که این مرحله به این مرحله من یه حالت فیدبک داره، فیدبک منفی یک داره که من سیستم رو طراحی میکنم، فیلیر مود هامو که مشخص میکنم، همین اول بتونم یه سری آپدیت بکنم این سیستم رو و حالا میخوام فانکشن بلاکسش رو معرفی بکنم، همینجا برگردم. صرفا مثلا من دارم حساب میکنم و به ریلایبیلیتی مثلا 78% مثلا دارم میرسم برای مثلا 25 ساله که مثلا میخوام این نیروها کار بکنه. خب خیلی راحت من قبل از اینکه بخوام وارد کلا کریتیکال آیتم لیست بشم میتونم مثلا یه ریداندنسی به پمپم اضافه بکنم و مثلا فرضاً این رو مثلا برسونم به 81%، یا مثلا بیام توربین ها مثلا به شکل های موازی انجام بدم، یا مثلا بیام با توجه به حالا بعد به این بحث هزینه نگاه بکنم، ولی مثلا هیت اکسچنجرمو یه مقداری طراحیشو بهتر انجام بدم، بتونم مثلا ریلایبیلیتی این سیستم رو همینجا تا یک لول خاصی برم بالا. ولی خب این مرحله صرفا حالا تجربی است، ولی اگه ما بخوایم کامل انجام بدیم بعد کل این حلقه رو طی بکنیم. مرحله بعدی خب ما کریتیکال آیتم لیست رو باید تهیه بکنیم و بگیم که فرضاً در واقع این آیتم هایی که ممکنه برای من واقعا مشکلات حیاتی ایجاد بکنن داخل این نیروگاه چی هستن. خب حالا صرفا مثلا ما یک شماتیک مثلا خیلی ساده بخوایم اگه از این مثلا انجام بدیم، مثلا من چنین نیروگاه یک داشته باشم برای سیستم CHP که مثلا من از اینجا هیت رو بخوام بگیرم بیرون، از اینجا مثلا بخوام الکتریسیته بگیرم بیرون. خب حالا مثلا ما بریم آیتم لیست هامون رو با هم دیگه لیست بکنیم. مثلا پمپ من با احتمال خیلی کمی جزو کریتیکال آیتم لیست قرار میگیره. یک به خاطر اینکه من با هزینه نسبتاً کمی میتونم ریداندنسی ایجاد بکنم. مثلا تو همین مرحله من به جای که بیام از یک پمپ استفاده بکنم، میام یه سیستم لود شدینگ اضافه میکنم و اینو تبدیل میکنم به یک سیستم سگانه که مثلا اینجوری با هم دیگه کار بکنن. معمولا این آیتم کریتیکال برام حساب میشه. چرا؟ چون تو اکثر نیروگاه این پمپ ها اینجوریه که مثلا 2 out of 3 کار میکنن. این به معنی اینه که حتی اگر یک پمپ منم سالم بمونه، سیستم من اوکی میمونه. ولی خب فرضاً اینجا که بویلر من هست، یا اگه کمپرسور داشته باشم اینجا کامباشن چمبر من هست، من اینجا دیگه باید بویلرم رو به عنوان یک کریتیکال آیتم اعلام بکنم. چرا؟ چون اگر این آندر پرفورمنس انجام بده، من به اون اسوشییت ریکوایرمنتسی که در واقع دارم چیز میکنم نمیرم. در واقع من به اسوشییت ریکوایرمنتس هم نمیرسم و خب سیستمم به اینتندد فانکشنش نرسیده و در واقع یک نوع از فیلیر هست. یا اگر اوور پرفورمنس انجام بده، حالا مثلا مشکل تزریق سوختی باشه، یا مثلا دمای این جریان این تیکه من بالاتر از اون دمایی باشه که باید، من واضحا توربینم آسیب میبینه. خب مرحله بعد دوباره توربینم هم جزو کریتیکال آیتم لیستم قرار میگیره. چرا؟ چون اگر یک خب توربین کامپوننتی نیست که من به سادگی بتونم ریداندنسی ایجاد بکنم، توربین هزینه خیلی بالایی داره. حالا من دوباره بیام به این کانسترینتی که برای سیستم تعریف کردم دقت بکنم، ببینم که چطوری میتونم انجام بدم. و اگر توربین من اون عملکردی که باید انجام بده رو انجام نده، یا اصطلاحاً آندر پرفورمنس داشته باشیم در توربین، خب من دوباره به اون مقدار حرارت، مقدار پاوری که می‌خواستم نمیرسم و اوفر پرفورمنس هم که امکان نداره انجام بده. نکته بعد، من هیت اکسچنجر اینجا رو نمیتونم به عنوان کریتیکال آیتم لیست اعلام بکنم، چون این سیستم اهدافش به صورت در واقع اولویت بندی داره و اولویت بندی اول من پاور است و اولویت بندی دوم من هیته. یعنی اگر این سیستم CHP من اون مقدار حرارتی که باید رو تامین نکنه تا 1% خاصی، من این سیستم رو به عنوان کریتیکال آیتم اعلام نمی‌کنم. ولی مثلا اگر 50% اون حرارتی که باید انتقال بده رو انتقال میده، خب من این رو به عنوان کریتیکال آیتم لیستم اعلام میکنم. و معمولا هم اگر این اتفاق بیفته، مشکل از این مرحله ما بوده، چون انتخاب هیت اکسچنجرمون هیت اکسچنجر خوبی نبوده. حالا مثلا اینجا دیگه یک
نمونه از این در واقع شیت ها رو داریم که این شیت خیلی شیت قدیمی هم هست، چون رفرنس های خیلی بروزی نیست برای این درس و رفرنس هایی که استفاده می‌کنیم رفرنس های معمولا خیلی قدیمی هست. خب اینجا ما آیتم آیدنتیفیکیشن رو می‌نویسیم که مثلا اگر اسمش چی باشه، مثلا اسمش رو داریم میگیم بویلر فلان. آیتم فانکشن رو می‌نویسیم که مثلا ما میگیم اینجا افزایش حرارت جریان. فیلیر مود اند کازز. خب این دیگه مقداری مثلا خیلی دقیق میشه که چه چیزی باعث شده که این بویلر بخواد باعث در واقع فیلیرش بشه. خیلی باید دیگه اینجا ریز داخل بویلر رو نگاه بکنیم که ببینیم مشکلش چی بوده. حالا میشن فیز اپریشن آل مود رو اینجا داریم. حالا ما دیگه اینجا فیلیر افکتش رو نگاه میکنیم در خود سیستم، در ساب سیستم ها، در اون عمل کردی که باید نشون میداده. من این نمیدونم چیه حقیقتا، تا حالا با این هم کار نکردم، نمیدونم پرسونل منظورش. حالا متد هایی که برای فیلیر دیتکشن این سیستم ما داریم چطوری؟ مثلا اگر بویلر باشه، خب ما سنسورهای دما داریم داخل بویلر که این سنسورها باید خیلی خوب کنترل بشن، به خاطری که بویلر داخل خودش نمیشه ما سنسوری داشته باشیم و با یک فاصله ازش و حالا باید یه جوری برنامه‌نویسی بشه که با توجه به دمایی که داره میخونه اعلام بکنه که دمای داخل بویلر چقدره و دمای جریانی که ازش عبور میکنه به نهایت به چقدر میرسه. و حالا کریتیکالیتی کلاسیفیکیشن رو ما داریم که در واقع این با توجه به صنعت‌های مختلف مقداری فرق میکنه. مثلا صنعت میلیتری ما داشته باشیم، سیستم‌های اونجا یه مقداری حساس‌تر هستن تو بحث کریتیکالیتی، مثلا فرضاً اشتباهات خیلی کوچیک رو هم جزو درجات بالا در نظر میگیرن، ولی خب با توجه اینجا بویلر هم از کریتیکالیتی کلاسیفیکیشن بالایی اینجا قرار داره، ولی خب این تو این قسمت با توجه به اون خود اون صنعت ما پر میکنیم که چطوری هست. و دیگه حالا کریتیکال آیتم لیست که مرحله نهایی ما هست که میایم اینو پر میکنیم که چه اثراتی داره روی سیستم ما. خب حالا بریم سراغ تکنیک RPN. خب حالا بحث RPN یا همون ریسک پرایوریتی نامبر یه عددی از بین 0 تا 1000 که از 3 تا پارامتر مختلف تشکیل شده که اینا هر کدوم یک عددی بین 0 تا 10 رو دریافت میکنن. حالا دوباره این بحث RPN توی صنعت‌های مختلف فرق داره. داخل خود رفرنس اصلی هم نگاه بکنیم با توجه به صنعت‌های مختلف یک دسته‌بندی کوچیکی انجام داده و حالا گفته که مثلا تو این صنعت‌ها این عدد مثلا عدد بالای حساب میشه یا مثلا بحث کریتیکالی هست و تو صنعت‌های مختلف چطوری. حالا میگم این بستگی به اون صنعتی داره که ما داخلش داریم فعالیت می‌کنیم. خب RPN همونجوری گفتیم تشکیل شده از 3 تا پارامتر مختلف که DR هست دیتکشن رنکینگ، OR هست اکرنس رنکینگ و SR هست سیوریتی رنکینگ که این به ما نشون میده که چقدر این سیستم در واقع خطرناک. در واقع ریسک این در واقع کل معنی ریسک خیلی از این عدد اتفاق میفته. فرضاً یک مثال ساده مثلا بخوایم بزنیم، اگر من کنار یک درختی وایسم و بخوام ببینم که من چقدر دارم ریسک میکنم، چون از لحاظ منطقی این افتادن درخت روی من یک احتمالی است که ممکن اتفاق بیفته و در فیلیر مودهای من هست. یعنی اگر درخت روی من بیفته من میمیرم و من فیلیر میشم، فیل میکنم، میمیرم دیگه. خب حالا دیتکشن رنکینگ، آیا این که درخت روی من میفته چه مقدار دیتکتبل هست؟ بالاخره یک صدای اون شاخه ها میدن، یک تلق پلق میکنه، مشخص میشه که چقدر داره صدا میده. اکرنس رنکینگ چه مقدار درخت روی آدم ها افتادن، یعنی چقدر درخت اصلا افتاده کلا. خب اینم خب عدد کمی مثلا میگیره. و سیوریتی رنکینگ بسیار بالا، اگر درخت روی من بیفته من احتمال زیاد میمیرم یا یک اتفاق خیلی بدی مثلا برام میفته. تا فرضاً بخوام اینو انجام بدیم، خب دیتکشن رنکینگ هم مثلا اینو من بهش 1 میدم، من اکرنس رنکینگ مثلا اینو بهش 2 میدم و سیوریتی رنکینگ مثلا بهش 9 میدم. در نهایت مثلا یه عدد 18 رو RPN من میگیره. RPN مردن پوریا از افتادن درخت. خب این یه مثالی بود که ما زدیم که
خوب مفهومش جا افتاده باشه. اگه امروز درخت رو بیفته و میرم واقعا ناراحت میشم. خب حالا اینجا آیتم های مختلف رو مثلا ما داریم. اینجا مثلا وری های اینجوری که potential design weakness will almost certainly be detected، یعنی من قطعا متوجه میشم که این اتفاق داره میفته. فرضاً من اینجا عدد 1 رو دادم، منطقاً درخت بخواد رو بیفته کاملا متوجه میشم. حالا یه رنگ بندی هست که اصلا چطوری اتفاق میفته و نکته مهم اینه که صرفا 9 و 10 از هم دیگه جدان و 10 کلا یعنی اصلا غیر قابل فهمیدن هستش. خب ما با اینجا کلا بحث فیلیر مود افکت انالیسیس رو به پایان میرسونیم. میریم سراغ مبحث بعدیمون که FTA هست یا فالت تری انالیسیس. تو این بخش ما یه سری پایه مفهومی برای اینکه کلا اصلا توی فیلیر مود انالیسیس ما چی کار میکنیم رو گذاشتیم. حالا بریم سراغ یه مقدار سیستماتیک تر به این قضیه فکر بکنیم. خب بریم سراغ FTA. خب بریم سراغ بحث فالت تری انالیسیس. فالت تری انالیسیس یک مقدار اسمش هم خیلی گویاست که کلاً چیه. ما یک درختی از اتفاقاتی که باعث میشه ما وارد سیستمون فیلیر داشته باشیم رو میایم و بررسی میکنیم. حالا یه سری توضیحاتی اینجا من نوشتم، از این عبور میکنم. این بحث شکلایی که اینجا هم هست حالا خیلی متفاوته. حالا این صرفا منبع این رفرنس بوده که مثلا اینجا نشون داده، ولی خب معمولا اگه بخواید دیاگرامی داخل ریپورت قرار بدین، نرم افزار به صورت دیفالت خودشون از همین شکل‌ها استفاده میکنن. تو گیت خیلی مهم اینجا ما باشون داریم کار میکنیم، اند گیت و اور گیت. این گیت ها از گیت های مدارای منطقی میان که به ما نشون میدن که در واقع لاجیک رو وارد اون سیستم ما میکنن که فرضاً اگه من دو کامپوننت داشته باشم، فیلیرم در اون در واقع اتفاق بالاتر چطوری اتفاق میفته. یک مثالی اینجا با هم دیگه بزنیم. فرضاً من یک اتفاقی دارم که اینجا یک هست، من نمیخوام در واقع این در واقع فیلیر من هست. فرضاً من خرابی نیروگاه رو میذارم این بالا، یه دونه گیت اور میذارم اینجا. این خیلی دی من دارم ساده سازی میکنم. مثلا من اینجا میذارم بویلر، اینجا میذارم توربین. این گیت اوره. این به معنی این که اگر این سیستم یا این سیستم خراب بشه این اتفاق میفته. خب این یه مثال خیلی ساده بود که چطوری که اصلا گیت ها چطوری استفاده میشن. این گیت ها اینجوری لاجیک رو به سیستم ما کلا معرفی میکنن، خیلی در واقع آشنا شدن باشون. حالا اینجا کلا دو تا گیت رو معرفی کردیم ما، ولی خب گیت های خیلی زیادی هست. ما گیت اند و اور پایه هامون هستن، نور رو داریم و حالا مثلا اینکه 3 انتخاب از 4 انتخاب، این گیت هایی هست که به صورت کاستوم تعریف میشه. ولی خب اکثر اتفاقاتمون با این دو گیت انجام میشن، یا سعیمون برای اینه که با این دو گیت حداکثر سیستم رو طراحی بکنیم، به خاطری که اگر گیت های خیلی خاصی طراحی بکنیم یه مقداری سیستممون پیچیده میشه. ما در واقع به کامپیوتیشنال کاستمون هم باید نگاه بکنیم. مثلا اگر یک سیستم خیلی حجیم رو ما بخوایم بررسی کنیم، خب هر چقدر گیت های پیچیده‌تری ما طراحی بکنیم، اون در واقع سیستمی که روش داریم ران میگیریم این مدل رو باید قوی تر باشه تا بتونه تمامی اتفاقاتی ممکنه بیفته رو بررسی بکنه. حالا بریم جلوتر. این یه سری مراحلی هست به صورت سیستماتیک که کلا چطوری اصلا این باید کشیده بشه. حالا من عبور میکنم صرفا به خاطری که حضور داشته باشه. ما این چیز میکنیم، حالا میایم خود شکل یکم بررسی بهتری انجام بدیم. خب اینجا یه بار دیگه گیت اور ما داریم. حالا این گیت اور یعنی چه؟ این 3 اتفاق اینجا میافتن که میتونن باعث بشن که این اتفاق بیفته. خب ما تاپ گیت به اصطلاح به این تاپ ایونت یا تاپ گیت بهش میگن. این در واقع اتفاقی که در واقع ما بهش میگیم اصطلاحاً مین فیلیر، که ما در واقع سیستم میخواد از این اتفاق دوری بکنه.
حالا اینجا ما تاپ ایونتمون یک اتاقی هست بدون نور. خب این سیستم فیلیر من اینجوری تعریف میشه. حالا گیت اور گذاشتم، یعنی هر کدوم از این شاخه ها میتونن تریگر بکنن که این اتفاق بیفته. یعنی اگر فرضاً این اتفاق این در واقع B7 اتفاق بیفته، این گیت رو تریگر میکنه و در واقع این تاپ ایونت اعلام میکنه که بله این سیستم دچار فیلیر شده. ولی اگر اور بود، اگر این گیت اند بود، منتظر میمون تا این سه اتفاق همشون در واقع تریگر بشن و بعد اعلام میکرد که تاپ ایونت من دچار فیلیر شده. خب اولین اتفاق من این دایره ها رو با مین ایونت ما اصطلاحاً بهشون میگیم. این دایره یعنی این خودشون یه پدیده است، یعنی سویچ فیز تو کلوز. مثلا فرض سویچ هم کار نکنه، اتاق من برق نداره، سویچ هم کار نکرد. این اتفاقیه که در واقع یه مین فیلیره، یعنی پدیده‌ای که باعث شده این تاپ گیت اتفاق بیفته. در عوض all bulbs burnt out، یعنی که یک پدیده دومه این خودش وابسته است به یه سری اتفاقات دیگه. که اینجا یه گیت اند ما داریم که این اتاق 4 تا لامپ داشته که این چه وقتی تریگر میشده، وقتی این و این همشون اتفاق بیفتن، این باعث میشه این تریگر بشه. اگر این تریگر بشه، این در واقع برنچ اصطلاحاً اعلام میکنه که بله این اتفاق انجام شده و این گیت اور این رو میخونه و اعلام میکنه که بله اتاق نور نداره و دلیلش هم اعلام میکنه. و حالا قطعی الکتریسیته هم داریم که دوباره خودش به یه گیت اور متصله که حالا خرابی فیوز ما داشتیم یا خرابی پاور که مثلا ممکنه برق کل اونجا قطع شده باشه، برق کل شهر. FTA کلا خیلی مفهوم خیلی ساده ای داره، واقعا خیلی پیچیده هم نیست. برای همین سعی نمی‌کنیم که خیلی حالا مثلا پیچیده‌اش بکنیم، می‌خوایم توضیحات عجیب و غریب داخلش بدیم، ولی به همین شکل، یعنی کل طراحی سیستممون همین شکلی است. وارد نرم افزار ایزوگراف که میشیم جلسه آینده ان شاءالله و سعی می‌کنیم این سیستم رو مدل بکنیم. یه سری گیت‌های بیشتری وجود داره که حالا اون نرم افزار خودش با توجه به الگوریتم هایی که داره این کاتست ها رو میاد و بهینه میکنه. حالا مثلا کلا مفهوم کاتست چی هستش؟ این که خوب دیده نمیشه از اینجا. الان اوکی. وقتی این سیستم رو اینجوری طراحی میکنیم، خب این گیت های انده و این گیت اوره و این گیت انده، ما این سیستم رو که طراحی میکنیم، نرم افزار در واقع این رو به این شکل میاد طراحی میکنه. در واقع اصطلاحاً بهش میگن که FTA ماتریس FTA هست و این میاد این در واقع سیستم رو به این سری مراحل تقسیم میکنه که هر کدوم از این مراحل باعث دارن میشن که این در واقع تاپ گیت ما تریگر بشه و فیلیر اتفاق بیفته. مثلا فرضاً اینجا رو مثلا بیام نگاه بکنیم، فرضاً GT1 باعث شده که این اتفاق انجام بشه. خب من GT1 رو که دارم میام پایین، بله GT4 رو دارم و GT3 رو دارم که به این دوتا متصلم و همچنین پدیده 10. یعنی چه چیزی باعث میشه GT1 تریگر بشه؟ اینجا از تمامی اتفاقاتی که در مرحله 2 میتونسته انجام بشه که 11 12 GT2 هست، GT1 متصل به در واقع GT4 GT3 و پدیده 10 که باعث میشن این GT1 من تریگر بشه. حالا 11 و 12 من به هیچی متصل نیستن. چرا؟ به خاطر خودشون مین ایونتی هستن که به تاپ گیت متصلن و گیت اینجا من هم اور هست. یعنی اگر این اتفاق بیفته، اتفاق 11 انجام بشه، دوباره من سیستم من فیلیر رو میاد اعلام میکنه. اگر 12 هم این اتفاق بیفته، دوباره همینطور. ولی برای اینکه GT1 بخواد فیلیر اعلام بکنه که در نتیجه GT0 یا همون تاپ گیت من بیاد اعلام فیلیر انجام بده، این اتفاقات لازمه تا بیفته. و همینطور GT2 به 8 و 9 متصله با GT5، 8 و 9 پدیده‌های اصلی و GT5 که اینجوری کلا شکسته میشه این در واقع سیستم به مراحل مختلف و ماتریس FTA که سیستم با توجه به این الگوریتمی که اینجا هست میاد و با مینیموم کاتست های مختلف میاد پیدا میکنه که ریلایبیلیتی این سیستم من چقدر است. کاتست به هر کدوم از این مسیرهایی گفته میشه که من باعث میشم که این مین گیت من یا تاپ گیت من دچار فیلیر بشه. مثلا فرضاً 11
یک کاتست هست، 12 یک کاتست هست، جی تی 1 10 یک کاتست هست، جی تی 1 جی تی 4 5 یک کاتست هست. و خب اگه ما سیستم بخواد همه اینا رو، همه مسیرها رو بخواد بره، خب واقعا طول میکشه. ولی با توجه به این ماتریس یه سری بهینه‌سازی روی این تعداد کاتست ها انجام میده، ولی خب ما خیلی کارم با این میته نداریم دیگه، خودش انجام میده و به همون جواب رو برمیگردونه. خب اینجا ما با فالت تری انالیسیس آشنا شدیم، خیلی مفهوم واقعا خیلی راحتی هست و حالا انشالله یه سری تمریناتی هم برای کشیدن این سیستم ها انجام میدیم. توی جلسه اولم یه سیستم ما داشتیم که میشه اون رو با همین فالت تری بررسی کرد. خب بریم سراغ ایونت تری. حالا ایونت تری در واقع اینجا فالت تری اینجوری بود که ما دنبال میکردیم که مثلا چه اتفاقاتی باعث میشن فیلیر اصلی من اتفاق بیفته. مثلا فرضاً اگر من 1 رو داشتم فیلیر اصلی، مثلا اینجوری میمدم میگفتم که 2، اینجا یک گیت بذارم 3 و حالا مثلا چنین سیستمی من میگفتم که آقا اگر 2 3 یا همه اینا اتفاق بیفتن، سیستم من دچار فیلیر میشه و خب ما به این میگفتیم FTA یا فالت تری انالیسیس. ولی ایونت تری در واقع دنبال یک رخداد خاص میگرده. مثلا فرضاً من اتفاق مد نظرم اینه که بزنیم با یک مثال این رو انجام بدیم. فرضاً من نیروگاه هم دنبال اینم که اگر اون برقی که باید میرسونم چه اتفاقی افتاده. مثلا خب حالا از اینجا من شروع میکنم به شکستن این پدیده های اصلی. خب مثلا من میرم سراغ، مثلا میگم بویلر هم هست، مثلا یس یا نو. میرم سراغ توربین، دارم میگم یس یا نو. میرم سراغ پمپم، دوباره دارم یس اور نو. و خب صرفا این رو انجام میدیم. حالا کندانسور هم بذاریم، خیلی اهمیت خاصی نداره، ولی کندانسور هم میذاریم، میگیم یس اور نو. حالا هر کدوم از اینا رو من میرم ببینم که آیا باعث میشن که این اتفاق انجام بشه نه. در این ایونت تری ما تمامی اتفاقات مختلف رو میایم و در واقع بررسی میکنیم. خب اگر من برق کمی وارد سیستمم بکنم، این اثری روی بویلر میذاره یا نمیذاره؟ خب مثلا این اثری روی بویلر من نمیذاره، پس برای همین مثلا من میگم که سیستم مثلا اوکیه. برای همین اینجوری میکنم. روی توربین من اثری نمیذاره و توربین اوکی میمونه، بویلر اوکی میمونه و توربین هم اوکی میمونه. حالا پمپ من میاد و مشکل دار میشه، من اینجا فیلیر اعلام میکنم. برای کندانسور من هم اوکی میمونه. در واقع ایونت تری با فیلیر، در واقع یک فیلیر معرفی میکنیم به سیستم و بررسی میکنیم که چه اتفاقاتی روش مثلا ممکنه بیفته. مثلا فرضاً ما میگیم و میگیم که مثلا زلزله اگر اتفاق بیفته، مثلا میگیم که مثلا میخواد اتفاق بیفته، مثلا چه اتفاقی مثلا برای خونه من میفته. مثلا ما فونداسیون داریم، مثلا نمیدونم دیوارها رو داریم و مثلا فرضاً بگیم مثلا پارکینگ رو هم مثلا داریم در نظر میگیریم. خب اول میگیم که این قضیه یس هست یا نو هست. اگر نو باشه که ما اوکی، اگر یس باشه ما در میگیم که اوکی. مثلا حالا میگیم که دیوار 1 من و دیوار 2 من اگر این اتفاق بیفتن میریزن. حالا ما اینجا دوباره یس رو داریم و نو رو داریم، دوباره یس و نو داریم. اگر فونداسیون من تحت این زلزله بریزه، اگر نریزه که من اوکی ام. اگر بریزه دیوار 1 من میریزه یا نه؟
اگر مثلا من بگم میریزه، بله ما اینجا فیلیر اعلام میکنیم. اگر نریزه که من دوباره اوکی ام. اگر حالا میتونیم ادامه بدیم ولی خب اگر دیوار 2 من مثلا بریزه، من دوباره فیلیر اعلام میکنم. اگر نریزه من میگم اوکی. خب اگه دیوار اصلی من 2 حالت داره، دوباره بریزد یا نریزد، من دوباره مثلا میگم که اگه نریزه من اوکی ام، اگه بریزه دوباره من فیلیر رو اعلام میکنم. حالا برای همینم همینطور این اضافی اینو پاکش میکنم واقعا. با توجه به این، حالا با یک فیلیری که من معرفی کردم به سیستم میام و اتفاقاتی که میفته رو اعلام میکنم. یک مثال دیگه از این بخش ما بزنیم. فرضاً یک نیروگاه رو بررسی بکنیم. خب ما میایم اینجا و ایونت اصلیمون رو اینجا اعلام میکنیم. پمپ فیلیر. خب اگر پمپ فیلیر اتفاق بیفته، چه اتفاق میفته؟ بویلر من yes or no هست. خب حالا با توجه به این دیزاینی که این پمپ داره، بویلر من هم ممکنه خراب بشه هم ممکنه خراب نشه. مثلا اگه موازی باشه ما مثلا ممکنه این گزینه نو رو هم در نظر بگیریم. مثلا بگیم اگر مثلا پمپ 1 خراب بشه، ما در نظر میگیریم که مثلا بویلر رو تحت اثر قرار میگیرن. حالا فرضاً ما اینجا در نظر میگیریم ما سیستممون یه دونه پمپ داره کلا، ما میخوایم بررسی بکنیم چه اتفاقی میفته. اگر پمپ من خراب بشه، خب این کلا این برنچ اصلا در نظر من نیست. بله این این اتفاق میفته. اگر این اتفاق بیفته، مرحله بعدی من توربین فیلیر هست که من میگم yes or no اتفاق میفته. حالا اگه نو باشه که من دوباره اوکی ام. اگر توربین من، اگر این خرابی این پمپ باعث فیلیر توربین من بشه، خب من ادامه میدم و میگم سیستمم دچار فیلیر شد. کل هدفی که ما از ایونتری داریم اینه که با توجه به معرفی یک فیلیر خاص بررسی بکنیم که سیستممون چطوری ریاکت میده تحت این اتفاق. کاری که توی فالتری انجام میدادیم، ما میخواستیم کل یک فیلیر رو اعلام میکردیم و بررسی میکردیم که چه چیزهایی باعث میشن این اتفاق بیفته. یه جوری همون تاپ تو باتم یا باتم تو آپ، باتم تو تاپ آنالیز هستش که داخل بهینه‌سازی هم انجام میدیم، که داخل فالتری از بالا میایم به پایین و داخل ایونتری از پایین میایم به بالا. یعنی وقتی من اینو تموم کردم رو برمیگردم و دوباره حرکت میکنم به سمت بالا. خب این خلاصه بود که ما گفتیم درباره فالتری و ایونتری. من سعی میکنم یه سری مثال ها هم در ادامه ارسال بکنم که حل شده باشن. امیدوارم که روز خوبی داشته باشین. جلسه بعد شروع میکنیم به مدل سازی این سیستم ها رو داخل نرم افزار ایزوگراف. امیدوارم تا اینجا تونسته باشم یک پایه‌گذاری خوبی برای بحث مبانی قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک انجام داده باشم و یک ذهنیت کلی گرفته باشیم و بریم کم کم سراغ این که این سیستم ها رو داخل نرم افزار مدل بکنیم و نتایج رو تحلیل بکنیم. روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.